معاون رئیس جماعت چورگلتپه نوع رودکی و یک کارمند این جماعت به گرفتن پوره از یک کار افتاده به مبلغ 13,000 سومانی عیبدار می شوند. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 25 اپریل خبر داد که سعداللهیف اخنظر فیضاللهیویچ در وظیفه متخصص پیشبر اوید به مسئله های اندوز و بایگانی جماعت دهات چورگلتپه نوع رودکی کار کرده در دوره فعالیت کوریش دست به جنایت قلابی زده است. چنانچه نام برده در اساس مصلحت پیشکی با معاون رئیس جماعت مذکور گلمرادوف زاکرجان ارگاشویچ از شهروند برای مساعدت جهت آماده کرده دادن شناسنامه تکنیکی منزل استقامتی و شهادتنامه درباره به قیدگیری دولتی قطعه زمین مبلغ 13,000 سومانی طلب کردند. در نتیجه گذرانیدن چورابینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی سعداللهیف بعد از شهروند گرفتن مبلغ 13,000 سومانی دستگیر کرده شده. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی یافت و گرفته شد. گفته می شود در اطلاعیه اگنتی وابسته به ولایت مذکور نسبت به گلمرادوف زاکرجان ارگاشویچ و سعداللهیف اخنظر فیضاللهیویچ بر اساس ماده 247 قسم 4 بند به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایتی آغاز کرده شده. پس از انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدارکنی به سود ارسال شده است. معلوم نیست که چرا این قضیه گرفتن پوره با ماده جزایش سبکتر قلابی جمع و بحث شده است. به این دو کارمند همکنون سابق جماعت چورگلتپه بر اساس قسم 4 ماده 247 همچون جزا جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 8 تا 12 سال تهدید میکند. ولی تجربه دادگاهی تاجیکستان نشان میدهد که در اکثر موردها منصبداران با پوره به دست افتاده با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص میشوند.